من مرگبارترین میدان موانع دنیا رو ساختم و دوست من مک قرار این موانع رو بگذرونه بدون اینکه از ارتفاع 60 متری سقوط کنه. مک هر وقت حاضر بودی میتونه شروع کنه. رفت که اولین پرشو بره. وای خدا رسما رو هوا. نگاه اون سکوه چجوری میلرزه. ما الان چند ده متر تو آسمونیم. خیلی زیاده و این تازه یکی از این مانع های مرگبار خفن و پشمریزونه که مک تو این ویدیو باشون روبرو میشه و اگه مک بتونه هر 6 میدان موانعی که تو این ویدیو باشون روبرو میشه رو شکست بده $800,000 میبره. خیلی ترسناکه بابا. من خودم جرئت ندارم این مسیر رو برم. وای خدا کم مونده بود بهم بخوره. ممکنه حتی تو همین اولیش ببازه. 2 تا پرش دیگه مونده. وای خدا مصبت. رسید به آخرین پرش. نمیدونم بتونم اینقدر بپرم یا آخرین پرش حسابی سختش کردم. 2 تا چکش سر راشه و تازه فاصله پرشم 2 برابره. ولی من نمیدونم میتونم یا نه. مگه $800,000 تا رو قراره این نمیخوای؟ ویدیوتون خیلی کوتاه باشه بچه‌ها. به خدا خودم هم ترسیدم. تازه جای من